همه چیز درباره بالی در 10 دقیقه. با من همراه باشین. بالی جزیره زیبا و افسانه‌ای در اندونزی به عنوان جزیره خدایان شناخته می شود و یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری در جهان است. این جزیره با طبیعت خیره کننده‌اش شامل سواحل سفید، شالیزارهای پلکانی و آتشفشان‌های چشمگیر گردشگران را شگفت‌زده می‌کند. بالی همچنین با معابد باستانی و فرهنگ غنی هندو بالیایی جایی برای آشنایی با سنت‌ها و هنرهای بومی است. ترکیب ماجراجویی‌های هیجان‌انگیز، آرامش در مراکز یوگا و اسپا و مهمان نوازی مردم محلی این جزیره را به مقصدی برای هر نوع سلیقه تبدیل کرده است. در هر گوشه‌ای از بالی فرصتی برای کشف زیبایی‌های طبیعی و تجربه معنویت نهفته است. بالی جزیره باستانی و پر از تاریخ غنی، قدمت تمدنش به حدود 2000 سال پیش باز می‌گردد. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهند که نخستین ساکنان بالی از جنوب شرقی آسیا به این نقطه مهاجرت کردند و فرهنگ کشاورزی را با خود آوردند. از قرن اول میلادی تأثیرات فرهنگی و تجاری هند و چین به واسطه مسیرهای دریایی به بالی راه یافت و باعث ورود آیین هندو و بودیسم شد. پس از استقلال اندونزی در سال 1945 بالی به یکی از 34 استان این کشور تبدیل شد و از آن زمان به عنوان مرکز گردشگری، هنر و فرهنگ جهانی شناخته می شود. امروزه بالی همچنان سنت‌های دیرینه خود را حفظ کرده و با ترکیب آنها با امکانات مدرن مقصدی بی‌نظیر را برای گردشگران ارائه داده. از لحاظ موقعیت جغرافیایی، بالی جزیره‌ای در جنوب شرقی آسیا و بخشی از مجموع جزایر اندونزی است. این جزیره در میان اقیانوس هند و اقیانوس آرام قرار گرفته و بین دو جزیره بزرگ جاوه در غرب و لومبوک در شرق واقع شده است. مساحت بالی حدود 5780 کیلومتر مربع است و شکل کلی آن به یک ماهی یا الماس شباهت دارد. پایتخت این استان شهری به نام دنپاسار در جنوب جزیره است. این جزیره به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش نقطه‌ای مهم در مسیرهای تجاری و فرهنگی دریایی جنوب شرق آسیا بوده است. اقتصاد بالی عمدتاً بر پایه گردشگری استوار است و این صنعت سهم قابل توجهی در درآمد منطقه‌ای دارد. این جزیره به دلیل زیبایی‌های طبیعی، فرهنگ غنی و امکانات گردشگری مدرن، سالانه میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب می‌کند. علاوه بر گردشگری، بخش‌های دیگری نیز در اقتصاد بالی نقش دارند که در ادامه به آنها می‌پردازم. این بخش‌ها شامل گردشگری، کشاورزی، صنایع دستی و هنر، ماهیگیری و دریانوردی، صنایع کوچک و متوسط مثل تولیدات محلی، سرمایه‌گذاری خارجی و زیرساخت‌ها که فعالیت‌های آنها در ساخت شرکت‌های خارجی، هتل‌ها، رستوران‌ها و ویلاهای لوکس است. بالی پر از جاذبه‌های گردشگری است که هر کدام تجربه‌ای منحصر به فرد را ارائه می‌دهند. به دلیل زیاد بودن این جاذبه‌ها در ادامه آنها را به صورت گروهی معرفی می‌کنم. معابد مذهبی و تاریخی که معروف‌ترین آنها معبد تانالوت، معبد اولوواتو و معبد بساکی است. سواحل زیبای بالی که شامل ساحل کوتا، ساحل سمینیاک، ساحل نوسادوا و ساحل جیمباران است. شهر اوبود که به مرکز هنر و طبیعت بالی معروف است. این شهر دارای جاذبه‌های گردشگری بی‌نظیری از جمله جنگل میمون اوبود، شالیزارهای پلکانی تگالالانگ، بازار صنایع دستی اوبود و کاخ سلطنتی اوبود است. آتشفشان‌ها و مناطق کوهستانی که شامل کوه باتور و کوه آگونگ است. جزایر اطراف بالی که بهترین آنها نوسا پنیدا و نوسا لمبونگان است.
و در آخر آبشارهای شگفت‌انگیز بالی که معروف‌ترین آنها آبشار گیت گیت، آبشار سکومپول و آبشار تیبیومانا است. زیرساخت‌های بالی طی دهه‌های اخیر به طور قابل توجهی توسعه یافته است تا پاسخگوی نیازهای گردشگران و جمعیت محلی باشد. هرچند برخی چالش‌ها همچنان وجود دارند، اما سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی به بهبود زیرساخت‌ها کمک کرده است. در قسمت حمل و نقل، این شهر دارای فرودگاهی با امکانات مدرن، پروازهای بین‌المللی و داخلی گسترده است. اما در قسمت حمل و نقل عمومی داخل شهر گزینه‌ها بسیار محدود هستند. بیشتر مردم از موتورسیکلت، تاکسی یا اپلیکیشن‌های حمل و نقل استفاده می‌کنند. شبکه‌های جاده‌ای اصلی بالی رو به بهبود است، اما با این حال در برخی نقاط ترافیک سنگین یا چالش‌های جاده‌ای اساسی وجود دارد. پردازیم به زیرساخت انرژی برق و آب. بالی به شبکه ملی برق اندونزی متصل است و بیشتر مناطق شهری و توریستی به برق دسترسی دارند. با این حال رشد سریع تقاضا باعث فشار بر تامین انرژی شده است. همچنین کمبود آب شیرین یکی از چالش‌های مهم بالی است. گردشگری گسترده و رشد شهرها مصرف آب را افزایش داده است و به همین دلیل پروژه‌های مدیریت منابع آب در حال اجراست. از نقاط قوت زیرساخت این شهر می‌توان به اینترنت و تلفن همراه اشاره کرد. پوشش اینترنت در مناطق شهری و توریستی بسیار عالی است و اکثر کافه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها وایفای رایگان ارائه می‌دهند. اگرچه اینترنت در مقایسه با شهرهای بزرگ جهان متوسط است، اما برای استفاده روزانه بسیار مناسب است. سطح زندگی در بالی تا حد زیادی به محل سکونت و نوع شغل افراد بستگی دارد. در حالی که بسیاری از مردم محلی در مناطق روستایی زندگی ساده‌ای دارند، مناطقی مانند سیمینیاک و اوبود به دلیل امکانات بیشتر و سبک زندگی لوکس‌تر کیفیت زندگی بالاتری دارند. اما به طور کلی، بالی برای افرادی که به دنبال زندگی به سبک مدرن و لوکس هستند مناسب نیست. میانگین درآمد در بالی برای مشاغل غیر رسمی پایین است. افراد شاغل در بخش‌های گردشگری به ویژه در هتل‌ها و رستوران‌ها درآمد بالاتری دارند، اما این درآمد در مقایسه با استانداردهای جهانی همچنان پایین است. هزینه زندگی در بالی نسبت به شهرهای بزرگ اندونزی پایین‌تر است، اما در مناطق توریستی به ویژه برای مسکن و غذا قیمت‌ها بالاتر از حد متوسط هستند. بالی دارای مدارس و دانشگاه‌های دولتی و خصوصی است، اما کیفیت آموزش در مناطق روستایی پایین‌تر است. خدمات بهداشتی در مناطق شهری مناسب است، اما در روستاها محدودتر است. بالی به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش در نزدیکی خط استوا دارای آب و هوای استوایی با دو فصل اصلی است: فصل بارانی و فصل خشک. این آب و هوا به طور کلی گرم و مرطوب است و دمای هوا در طول سال تغییرات کمی دارد. رطوبت بالی نسبتاً زیاد است و معمولاً بین 70 تا 85% متغیر است. این میزان رطوبت باعث می شود تا هوا گرمتر احساس شود، به ویژه در فصل بارانی. این شهر به عنوان بخشی از اندونزی تنوع غذایی بی‌نظیر را ارائه می‌دهد که تحت تأثیر سنت‌های محلی، فرهنگی و مذهبی شکل گرفته است. آشپزی بالیایی با استفاده از ادویه‌های معطر، مواد تازه و طعم‌های تند و شیرین، تجربه‌ای فراموش نشدنی را برای علاقه‌مندان به غذا فراهم می‌آورد. در قسمت توضیحات این ویدیو چند نمونه از غذاهای معروف بالی با مختصر توضیحی رو براتون قرار دادم. بالی ترکیبی است از طبیعت شگفت‌انگیز، فرهنگی غنی و فعالیت‌های متنوع که برای هر نوع سلیقه‌ای مناسب است. چه عاشق ماجراجویی باشید و چه به دنبال آرامش، بالی مقصدی عالی برای شما خواهد بود. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. خوشحال میشم از چنل من حمایت کنین چون به حمایت شما نیاز داره. خدا نگهدار.